مناسبت جای اول را اشغال کردن مکتب رقم 11 در یک پرسشنامه آواز تاجیک به این مکتب تشریف آوردیم و حالا در یکی از اتاق یا حجره‌های تربیوی و تعلیمی آن قرار داریم. طوری که می‌بینید این صنفخانه، این اتاق خیلی هم خوب جهاز یعنی مجهز شده است. نجات در تعلیم، نجات در تربیت، نجات در دانش و خود انا همین گپ از آن شهادت می‌دهد که تمامی راه و روشی که برای انسان ضرور است از انا همین یک جمله سرچشمه می‌گیرد. من حاضر این خیلی هم از نگاه جهاز یعنی مجهز بودن واقعا هم قابل توجه است. من این طرف من ستاره های درخشان شهر این علامه ها، این صورت های این علامه ها اینجا در دیوار آویزان است. این هم برای هر یک دانش آموز خیلی تأثیر مثبت میرساند. و این طرف با چیزهای دیگر است که با نام حسن دنیا اینها در اینجا به نمایش گذاشته اند. همه این چیزها محصول دست یکی از آموزگاران این مکتب است که من با حالا آن کس نزدیک میشه و بپرسیم که اسم و نسبشان چیست و چی کارها کردن. اولا با السلام علیکم. در این درگاه بار دیگر خوش آمدید میگویم. من معلم فن تاریخ و تربیت نشان دادنشان میباشم. طی چند سال در این مکتب فعالیت میبرم. من چخیلی که دیده استودید با تشبوس ماموریت مکتب، با تشبوس شعبه تعلیم خلقی در مقیاس نوحیه تربیت که فن نو برای نسل نورست یعنی جوانای کودکای در آینده باید تربیت خوب شرقانه صاحب شدن همین فن نو جاری شد. بنابراین برای این یک خانه، یک صنفخانه، یک اتاق کردیم که در این خیلی که در بیباره منتالیتت شرقانه ما خیلی که موادها لازم باشد تا توانستیم همین جا همین چیزهای ما جا به جا گذاریم که باید هر یک طلبه که در جریان درس‌های تربیت باید وطن ما چگونه بوده است، اولاد و اجدادان ما چگونه و بچه ها قادر بودنش رو در این کابینت کمتر حرکت کردیم نمایش دیم. حالا شما بیان کردید اینجا حسن دنیا برای چی عیناً همین کلمه همین جمله ما مادم که اینجا مثلا رمزی ازبکستان رو مادم اینجا در یعنی ازبکستان ما وطن ما همین چیزایی به تمام دنیا همچون حسن نمایش داده نشه. یعنی از یادگارهای های تاریخی سمرقند ما یا اینکه مثلا از نمود هنرمندی خلقای ما چقدر هنرمنده صاحب بودن همشون مونده. با یک کمپوزیسیا ما توانستیم که بچه ها از اینجا غذای معنوی برن. با یک چیز را نگفته نمونم که با شرافت همین تشکیل نمودن کابینت صنفخانه تربیت از طرف ماموریت مکتب، از طرف حکومت ما، حتی از طرف پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان شوکت میرامونش یک خدمت ناارزنده من رو به حساب گرفته. پیش از همه آلوچی معارف تعلیم خلقی ریسپوبلیک ازبکستان داده شد. بعد از این سال 2023 سال شخصا با فرمان پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان سزاوار مکافات دولتی اوردن توسلیک گرفته شد و این یک خدمت ناارزنده انا همین خیلی کاری کردگاه داده شد. برای همین من کوشش میکنم و دویم حرکت میکنم که در ساحه تعلیم و بچه ها نوگانه های نو و بچه های در روحی ملی، در روحی وطن دوستی و منتالیتت ملی شرقانه خود دویم تربیت کردن و حرکت میکنم. خیلی هم خوب گفتید. من به تربیت مشغول شدن آموزگاران غیر از آنکه تعلیم میدن خیلی هم این جایز است، چون که این دو چیز رو از هم جدا بودن مشکل است. یعنی تعلیم رو بی تربیت یا تربیت رو بی تعلیم.
و باز میآیم من به همراه شما اینجا یکی از رمزهای بسیار عجیبی سوخت گذاشته شده است که این یه مار دو سره است. کمتر درباره همین معلومات چی؟ البته من چیکاری که گفتید هر یک ملت اینجا تاریخ است. هر یک ملت، هر یک خلقیت، هر یک دولت یکی از نشانه های اساسیش این رمز. ما باید اهل سوخ با همین چیز فخر کنیم که یعنی این سوخ امروزه نه، این سوخ تاریخ 3000 ساله داشته بودنش، یعنی رمزی خودش این مورد دسره داشتنش. در نتیجه گفتگوهای ارخئولوژی همون از کوه صورتتاش برآمده، از این همچون منبع ارخئولوژی به ما دلالت داده شده در حقیقت این سوخ شریف پایتخت بودنش، یعنی دولت قدیمترین بودنش رو ما با فخر با فرزندان با اولاد آینده گفته فخر کنیم میارزد. بنابراین این چیزا برای همین ما جایگیر کردیم که ما در قطار رمزهای دولتی رمز سوخ خدا باید همه جایگیر کردیم که باید بچه ها دانند که این سوخی کوهن، یعنی تاریخی بسیار یک چند هزار ساله دارد. برای همین چیزا ما همینجا مناسب ماندیم. خیلی هم واقعا جالب، چون که وقتی گویم به دانش آموزان نقل میکنید یا گفته میدهید که مثلا این منزل این مرزمون چی یادداری های تاریخی دارد که به واسطه از کهن بودن آن یا از خیلی هم قدیمه بودن آن دلالت میدهند، این را باید صاحبای این زمین یعنی اون کودکان و جوانان هم دانند. خیلی هم در این ساحه شما خدمت بزرگ من میکنید و انشاءالله این خدمت دوام میدید. من با این گونه یعنی برای چنین موفقیت های شما از نام اهل ایجادی روزنامه آواز تاجیک، از نام ژورنالیستان زیاد برای شما هم تبریک میگویم و هم خواهان آنم که همیشه در کار تعلیم و تربیت و مجهز نمودن چنین اتاق یا حجره ها موفق باشید. این طوره. دائما سلامت باشید.